به نام خدا در خدمتتونیم با بازی تیم نوباوگان حکمت مشهد و همایون خمینی شهر اصفهان. حالا بازیکن تیم همایون حرکت میکنه روی خط، نفر اول ورم داره، نفر دوم ورم داره، تکل اشکان نمیرسه. حالا یک پاس، یک ضربه و واکنش عالی مهدی بنی هاشمی، گلر با استعداد تیم حکمت. حالا حسام سعیدی پشت اوت، پاس برای رضا احدانی. رضا احدانی پاس رو به عقب میده برای اشکان رفیعی. اشکان رفیعی با دوباره بازی با وسط برای رضا احدانی. حالا حسام سعیدی یه پاس زیبایی لادر، رضا احدانی گلر رو هم برمیداره و توی دروازه گل اول برای حکمت مشهد. حکمت مشهد 1، همایون خمینی شهر 0. گلی که رو پاس بی‌نظیر حسام سعیدی و خلاقیت فوق‌العاده رضا احدانی به ثمر میرسه. حالا فرصت برای تیم همایون، سایه به سایه و حرکت میکنه. علی اکبر روشن زمین و با یه تکل فوق‌العاده توپ رو بیرون میزنه. حالا مهدی بنی هاشمی گلر حکمت از پایین بازی می‌کنه برای علی اکبر روشن زمین. علی اکبر پاس میده به رضا احدانی، توپ لو میره اونجا. حرکت بازیکن تیم همایون، یه پاس داخل و توپی که داخل دروازه قرار میگیره. گل مساوی رو میزنه تیم همایون خمینی شهر. حالا پرس از بالای تیم حکمت. حالا حسام سعیدی توپ رو میگیره، ضربه میزنه، گلر میگیره توپ رو، دوباره صاحب توپ میشه حسام سعیدی، ضربه و این بار توپ به تکل میخوره. حالا بازیکن همایون یه توپگیری عالی از اشکان رفیعی، بازیکن مقابلش رو برمی‌داره، یه ضربه عالی و توپی که با سیو گلر به بیرون میره. حالا علی اکبر اوت رو میزنه حسام سعیدی پاس به محمد تاجیک، سر توپ و پاس عالی به وسط و حسام سعیدی که ضربهش رو به بدن گلر میزنه. حالا کرنر برای حکمت، رضا احدانی پاس، علی اکبر ضربهش به مدافع برخورد میکنه. حالا اشکان رفیعی یه پاس عالی برای رضا احدانی اونجا یه سر توپ، یه پاس کاتبک و توی دروازه گل دوم برای حکمت مشهد و اینجا با یه ضربه عالی بغل پا اشکان رفیعی دروازه رو باز میکنه. باریکلا به این پسر. حالا بود برای تیم همایون خمینی شهر، یه پاس به داخل و اینجا ضربه ای که با سیو عالی مهدی بنی هاشمی توپ گل نمیشه. حالا سجاد سلیمی پاس برای رضا احدانی، پاس تک ضرب رضا احدانی برای محمد تاجیک، تک ضرب توپ به رضا برمیگردونه، یه سر توپ فوق العاده و ضربه‌ای که داخل دروازه خالی قرار نمیگیره از محمد تاجیک. کرنر برای تیم همایون، ضربه میزنه اونجا، قطع ارتباط از محمد تاجیک، نفر اول ور میزنه، نفر دوم تکل میانده اونجا، سجاد تک ضرب رضا رو صاحب توپ میکنه، رضا چیپ اونو گلر سیو میکنه و توپ دوم رو پای رضا نمیشینه. حالا تیم همایون صاحب توپ، یه قطع ارتباط عالی از اشکان رفیعی. حالا فشار سجاد سلیمی، توپ رو میگیره از بین دو نفر، به زیبایی عرض تمام‌تر رد میشه، تک به تک ضربه او با فاصله خیلی کم از کنار دروازه به بیرون میره. حالا حمله برای تیم همایون، این پاس به وسط. حالا این بازیکن خیلی شانسی از بین همه رد میشه و ضربه او در داخل دروازه قرار میگیره. بازی دوباره به تساوی کشیده میشه. حکمت مشهد 2، همایون خمینی شهر اصفهان 2. بعد ببینیم واکنش بچه حکمت چیه. حالا بازیکن تیم همایون میخواد حسام سعیدی رو برداره. حسام تاثیر مستقیم او، یه پاس تکنیکی برای رضا احدانی، رضا دور به حسام برمیگردونه، تک زد تیر 2 محمد تاجیک و توی دروازه دوباره حکمت مشهد پیش میفته. حکمت 3، همایون خمینی شهر اصفهان 2 با یک کار تیمی بی‌نظیر از فوق ستاره‌های تیم حکمت مشهد. حالا مهدی بنی هاشمی پاس برای رضا احدانی، یه توپگیری عالی از رأس حکمت، پاس برای حسام سعیدی حرکت میکنه، محمد تاجیک هم داره، ضربه محکم داخل سینه گلره. حالا پاس اشکان رفیعی میخواد لای بزنه نمیشه. حالا فشار از رضا احدانی، حالا فشار بیشتر، یه توپگیری عالی، یه خط برمی‌داره بی‌نظیر، تخصصشه این کارا. رضا احدانی ضربه او به تیرک دروازه برخورد میکنه، شانس با رضا یار نبود. کرنر برای تیم همایون، پاس به عقب، بازیکن اول بین میکنه، بازی دوم ضربه میزنه و توی دروازه قرار میگیره، مساوی میکنه دوباره بازی رو تیم همایون خمینی شهر اصفهان با یه شوت محکم از راه دور توپ رو داخل دروازه قرار میده بازیکن این تیم. حالا بود برای تیم حکمت، سجاد سلیمی پاس برای اشکان رفیعی و به نظر میومد اونجا خطا شده روی اشکان. حالا بود برای تیم همایون،
پاس به عقب، دوباره میاد ضربه بزنه. اونجا حسام سعیدی توپ رو برمی‌داره، قطع میکنه به زیبایی. هرچند اونتر یه پاس فوق العاده محمد تاجیک توی دروازه گل چهارم رو میزنه حکمت مشهد و بازم پیش میفته با دبل بازیکن ارزنده و با استعداد باشگاه محمد تاجیک رو پاس فوق العاده حسام سعیدی. سجاد سلیمی اوت برای تیم حکمت، پاس برای محمد تاجیک، محمد پاس برای رضا، پاس او شله، رضا میاد بازیکنشو برداره، متاسفانه نمیتونه. حالا فشار از بالای رضا اهدانی، باری کلا به این پسر، تاثیر مستقیم او سجاد سلیمی گل رو هم برمی‌داره، دروازه خالی و سجاد سلیمی ضربه او متاسفانه داخل چارچوب نیست. حیف شد، واقعا موقعیت خوبی بود. حالا حسام سعیدی میاد گل رو زیدانی برداره و بازم داور اعتقادی به خطا نداره متاسفانه. حالا بازیکن همایون درگیر با سجاد سلیمی، سجاد فشار از بالا رو حفظ میکنه، فشار سجاد. حالا رضا اهدانی یه توپ رو با بی‌نظیر از 3 نفر رد میشه، ضربه از بین پای گله و تیرک. بازم رضا توپ رو به تیرک میزنه. حالا مهدی بنی هاشمی یه پرتاب دست بی‌نظیر برای رضا اهدانی، ضربه میزنه اونجا بازیکن همایون به رضا بازم با قلدری به توپ میرسه. پاس فقط برای علی اکبر روشن ضمیر، علی اکبر برای حسام سعیدی، حسام یه پاس چیپ ناز، رضا و بازم ضربه او داخل چارچوب نیست. امروز یه مقدار بد شانس بوده رضا اهدانی. فرصت برای تیم همایون، تاثیر حسام و گل رو با استعداد مهدی بنی هاشمی توپ جمع میکنه. حالا تعارف بازیکنان حکمت، بازیکن همایون توپ رو برمی‌داره، ضربه، علی کسمایی بی‌نظیر توپ اولو میگیره، توپ دوم عالی در میاره، 2 سیو از علی کسمایی. میبینیم در صحنه آسه 2 سوپر سیو علی کسمایی. گلر فوق العاده باشگاه چجوری جمع کرد خودشو و با یه برش پا مانع گل شدن توپ شد. باریکلا به این گلر بی‌نظیر تیم حکمت. حالا امیرحسین وزیری یه پاس لاب زیبا برای محمد تاجیک، به به این توپگیری از این پسر با استعداد، حرکت، ضربه و گلر سیو میکنه. حالا حسام سعیدی و توی دروازه. حکمت 5 همایون خمینی‌شهر 3. اختلاف رو بیشتر میکنم فوق ستاره حکمت. حالا یه ضربه کاشته برای تیم همایون، ضربه این بازیکن و بازم سیو علی کسمایی. فرصت دیگه برای تیم همایون، ضربه و بازم واکنش عالی علی کسمایی در 2 صحنه. گل بخور نیست این گلر. سجاد سلیمی، رضا اهدانی یک در مقابل یک مثل آب خوردن ورمی‌داره این پسر با استعداد فوق العاده. پاس به تیر 2 قد میشه توپ، سجاد سلیمی کف میکشه، ضربه او که گلر مانع گل شدن توپ میشه. حالا بود برای تیم همایون خمینی‌شهر اصفهان، پاس اونجا حسام سعیدی مقابل بازیکن یه تاثیر رو توپ میذاره، فشار حسام سعیدی، یه توپگیری عالی در حالت تک به تک با یه ضربه بغل پا فنی دروازه رو باز میکنه، دبل میکنه بازیکن ارزنده و پا چپ با استعداد باشگاه حسام سعیدی. حکمت مشهد 6 همایون خمینی‌شهر اصفهان 3. باریکلا فوق ستاره‌های بی‌نظیر باشگاه. ادامه شکست ناپذیری فوق ستاره‌های شهر امام رضا علیه السلام. خب در آخر اینم بردی دیگر از فوق ستاره‌های باشگاه حکمت مشهد در اردو اصفهان، با امید شکست ناپذیری تیم همچنان و یه تشکر ویژه‌ام از خانواده‌های محترمی که حامی همیشگی باشگاه پر افتخار و بزرگ حکمت مشهد هستند. بدرود.